درباره نماز عید و همچنین درباره آداب نماز عید اگر داشته باشد یک کوتاه گفته می‌گذاشتید. بله، الله سبحانه و تعالی عید را برای مسلمانان همچون شکرانه نعمت عید گردانید. اگر به این دو عیدی که از بالای 7 قبت آسمان از جانب الله تعالی برای مسلمان ها عید اعلان شده است، ببینید این عید را یگان پادشاه نبرآورده است. این عید را به مناسبت فلان و علان و برای نجات فلانی و برای گمراهی و هدایت فلانی نیست. این را الله سبحانه و تعالی معین کرده است. بنابراین باید این روزها را همچون عید جشن گرفت. بعضی برادرها و خواهرانی که دعوای اسلام دارند ولی در قلبشون هم و در وجودشون هم حالا عید اساسی عید میلاد حضرت عیسی علیه السلام است یا بعد و عید نوروز است که عید آتش پرستان و مجوس است، دیگری عید نصارا هست. در دل آنها این دو عید بالاتر از این دو عید می ایستد. اگر همین خلیصت در ایمان آنها خلل است و اگر اون عیدها را یعنی افضل دانند و این عید را انکار کنند یا شبهه داشته باشند، از ایمان خارج می شوند. بنابراین ما دو عید داریم. این عیدها را وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، مردم مدینه دو عید داشتند که در آن روز بازی میکردند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی به عوض آن دو عیدتان دو عید دیگر را عوض داد. گفتند یعنی عید فطر رمضان که بعدی عبادت روزه می شود، جنبست عبادت روزه هست، و عید حج عید قربان جنبست عبادت حج است. عید قربان بعد دهه بهترین دهه در داخل سال 10 روز است. دهه اول عرفه بهترین 10 روز است. وقت پایانش دهمین روزش روزی عید قربان است که در آن روز ما نماز میخوانیم اول، سپس قربانی میکنیم. بنابراین مستحب است که عید قربان را بر وقتتر خوانده شود، همین که آفتاب برآمد خوانده شود. برای چی؟ برای اینکه مردم به عید قربان سنت این است که آنها روزه‌دار روند، بله، چیز نخورده روند به نماز قربان. بعضی ها عوض میکنن جایش را. و عید قربان باید با دهان روزه روند، نماز عید را خوانند و گشته آمده قربانی کرده با گوشت قربانی دهان گشایند، افطار کنند. اما در عید سعید فطر، اما در عید سعید فطر که 30 روز یا 29 روز روزه دار بودن، باید به نماز عید با دهان گشاده روند، یعنی خرما خورده روند. خرما خورده رفتن پیش از رهسپار شدن به عید سنت است و فایده های عظیمی دارد. بنابراین خرما میخورند. این چونین سر و لباسی نو اگر امکانیت باشد نباشد تازه و غسل میکنند، عطر و خوشبویی باشد استفاده میکنند، تکبیر گویان میرن، چون که الله تعالی ولی تکبر الله علی ما هداکم، وقتی که گفت ماه رمضان به پایان رسید شما الله تعالی را بزرگ شمارید، الله اکبر گویید، ذکر و شکر گویید، برای آنکه الله تعالی شما رو هدایت کرد. الله تعالی برای شما توفیق داد که توانستید 30 روز روزه گرفتید، شبهایش نماز خواندید. آن عبادت هایی که در طول سال نمیتوانستید در این ماه الله تعالی برای شما آسان کرد. توانستید شکرانه نعمت کنید و به سوی عید تکبیر گویان با یک راه روید و بعد نماز عید با دیگر راه برگردید. این آداب عید است. و فراموش نکنید که صدقه فطری خود را اگر نداده باشید پیش از عید داده بعد روید. و آنهایی که صدقه های فطر را خود را دادن الله تعالی را پرسان هستیم که صدقه های ایشان را به درگاه الله تعالی قبول و مقبول گرداند و ذخیره آخرت گرداند، عوض نیک برایشان الله سبحانه و تعالی عوض گرداند. و وقتی که به نماز رفتم دیگر نه
نه تحیات مسجد میخوانند، نه بعد نماز عید یگان نماز نمیخوانند. ابن عباس رضی الله عنهما میگویند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به نماز عید برآمدن، نه پیش از نماز عید نه بعد نماز عید یگان نوعی نماز نخوانده. اگر کسی خواندنی باشد بعد عید به خانهش آمده بعد میخواند.